بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الحمد لله رب العالمین. سپاس و ستایش از آن خداست که مالک و صاحب اختیار جهانیان است. الرحمن الرحیم، که بخشنده مهربان است. مالک یوم الدین، که مالک روز جزاست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت فرما. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. راه کسانی که به آنان نعمت بخشیدی، آنان که مورد غضب تو قرار نگرفتند و راه راست را گم نکردند. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. این کتاب با عظمت که هیچ شکی در آن وجود ندارد و سراسر حقیقت است، هدایتی برای پرهیزکاران است. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. همان کسانی که به غیب ایمان دارند و نماز را کامل و بی‌نقص به جای می‌آورند و از آنچه به آنان روزی داده ایم در راه خدا انفاق می‌کنند. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. همانان که به آنچه بر تو و آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان دارند و به آخرت یقین دارند. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آنان از هدایتی بزرگ از جانب پروردگارشان برخوردارند و ایشانند که به هدف خود دست خواهند یافت. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. برای کافران لجوج یکسان است که آنان را از عذاب الهی بیم دهی یا ندهی، در هر صورت آنان ایمان نمی آورند. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. خداوند بر دلها و بر گوشهای آنان مهر شقاوت نهاده و بر دیدگانشان پرده‌ای افکنده شده است و عذاب بزرگی خواهند داشت. ومن الناس من يقول